در خدمت ابرمجری استراتژی هستیم. فول اتوماتیک، همیشه روشن، طراح سوالات بی پاسخ و پیچدار. آقای دکتر آفتاب از کدوم طرف در اومده که شما اینطوری تعریف میکنید؟ هیچی، هفته پیش که نبودی گیر یک مجری مشنگی افتادم که خدا نصیب گلگ بیابون نکنه. بسیجی، مخ، آکبند، 0 کیلومتر. تازه قد تو رو شناختم. شرمنده میکنه آقای دکتر، شرمنده تازه میکنه. نگفتم که خواننده دلها. اختیار دارین، درسته میخونم ولی دیگه خواننده دلها برام زیادی. نه، دلها که میگم منظورم اینه که وقتی میخونی دل همه به هم میخوره. روشن شد یه همچی بذارم که اینجا دل تابی کمی بریزی به هم. من همین اول قضیه کل بحث استراتژیکه این هفته رو بگم که گوشی دستت بیاد. 2 تا جبهه هست، هر کدوم تکی دخل عضما رو داره در میاره، یکی خارج یکی داخل. الان اوضاع استراتژیکی دوریه که اگه 2 تا سنگ از هر کجای دنیا ول بشه، اولیش میاد میخوره تو سر مقام عضوای جای شکرش باقی آقای دکتر که دومیش تو نمیخوره. نرو، دومی تو هوا چرخ میزنه تا اولی که خوب خورد بعد دومی هم بیاد بخوره. خلاصه یه جبهه داره تو داخل، یه جبهه داره تو خارج. این داخلیه، هر کاری بخواد بکنه اولش یه حساب کتابه چی کار کنم قیام نشه باش هست. یکی هم خارج، یکی از یکی زایتر. اینو داشته باشی استراتژیکی حالیت میشه که چی به چیه. باقی حرفای شمخانی و سلامی اینا دیگه کشکه، مزخرفه. حالا ببین، من ماشین استراتژیکی روشن کردم، تو بشین پشت رول باقیشو برو. آقای دکتر میخواستم یه شعر انتخاب کنم با دست پر بیام، بین 2 تا شاعر اساسی گیر کردم. برو بینی. سعدی میگه برخیز و مخور غم جهان گذران. تا اومدم برخیزم دیدم حافظ میگه بنشین و دمی به شادمانی گذران. خلاصه همینطوری نیمخیز موندم تا تعیین تکلیف بشه. نه که ازت تعریف کردی، ولی تو یه چیزی گفتی که همه بسیجی ها فهمیدن که داری مقام عضما رو به باد میدی. نیمخیز مونده، آره، نه راه پس داره نه راه پیش، شده مجسمه سکوت. تو داری اینو میگی. قلبم آقای دکتر. چی شد قلبت چرا گرفت؟ گفتین سکوت، فکر کردم میگین سقوط، دلم ریخت. آخه خیلی وقتا به هم مربوطه، خیلی هم پرت فکر نکردی. بعضی سکوت ها با سقوط از یه قماشه. حالا مثلا قالیباف و روحانی یعنی استخون هم دیگر بیجوبن، عضما تو سکوته. نمیشه یه طوری بین این جناح صلح بشه آقای دکتر؟ این از اون چیزاست که مجبوریم تحمل کنیم، چون بخوای حل کنی قیمتش از سر عضما هم میزنه بالاتر، کسی نمیتونه بده. از قدیم گفتن دندون اگه شکست تحمل کن، چون بری دکتر قیمتو که بشنوی کمرت میشکنه. آقای دکتر سوال بعدی برمیگرد به مام جواد ظریف. خواهشم اینه که خودشو ول کنین، به سوال بپردازیم. درسته این مشنگ با ریشه بلا تکلیف و لبخند دوزدش تو همون جبهه خارج که گفتین خرابکاری بار آورده، با اون دیپلمات بمب به دستش که الان تو دادگاهش تا فیها خالدون نظام لو رفته. درسته که کابینه تو که کشتیش، بس هم داشتی دفاع میکردی که از 10 تا حمله بدتره که من نزنمش. من چی میخواستم بگم که تو نگفتی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودم از بهادو عرض میکردم، بله میفهمودن طرف با بچه تو بغلش سوار اتوبوس شد، راننده اتوبوس یه نگاهی کرد گفت این بچه زشت‌ترین بچه‌ای که تو عمرم دیدم. طرف خیلی ناراحت شد، به یکی مسافره گفت دیدی چه توهینی کرد؟ مسافره اومد مثلا مثل تو دفاع کنه، گفت این میمونه بده من نگه دارم، تو برو پیش مدیر اتوبوسرانی شکایت کن. روشن شد یا میخوای بری شکایت کنی از اون میمونه ظریف؟ آقای دکتر سر بحث لایحه تخفیف تحریما نمیرم. آره. تو خیلی تابلوه که اون 2 تا سنگی که میگفتین داخل خارج با هم داره میخوره تو امام مقام عظما. اگه خط و نشون نکشیم که از برجام خارج میشیم، بسیجی از اینم که هست بیشتر میریزن. آره. اگه بکشیم ماسخورمون از این که هست بیشتر میشه. خب تو که همه چی تو سوالت گفتی دیگه، من چی بگم؟ برو سر سوال بعدی. غرب باید واقعا به خودش بلرزه. آره. انتقامی براش تدارک دیده شده که اون سرش ناپیدا. مجموع انتقاماش سخت جمع شده، حسابشو بکنین که چی میشه. انتقام قاسم سلیمانی هر روز نگرفتیم، اینم اومد روش. فخری زاده. حالا حتما چند تا دیگه هم اضافه میشه. آره. بیچاره غرب. فقط یه سوال، چرا سر فخری زاده یه بار درست نمیگیم چی شده آخه؟ منظورت اینه که یه بار میگیم 62 نفر بودن،
یه بار میگیم پهباد بوده، یه بار میگیم ماهواره بوده، یه بار میگیم تیربار اتوماتیک بوده، یه بار اون شوت سنگین پشت 18 شمخانی مشنگ که شعورش نمیرسه اینجا جای افه اقتدار نیست، میگه ما از محل و زمانش از قبل خبر داشتیم. اینو میگی؟ خب اگه میخوایم نزنیم دیگه. یه اطفال چیه اینا برای جست اقتدار بود که تو هم زدی همین الان زایش کردی رفت و یه قرون هم نموند. سوال بعدی، حاجی روحانی رفته تو کار هوافضای دکتر. چطور مگه؟ تو لایحه بودجه امسالش همه درآمدا رو هواست. 2,300,000 بشکه نفت رو از کجا میخواد بیاره؟ به کی میخواد بفروشه؟ چطوری میخواد بفروشه؟ چطوری میخواد پولشو برگردونه؟ خلاصه‌شو برات میگم که اینقدر دست و پا نزنی. این لایحه‌ای که این آوردن از اوناست که خواب دیده، که داره خواب میبینه که خوابیده بوده. پسره اومد زبربازی در بیاره، به باباش گفت خواب دیدم قباله ماشین رو به اسم من کردی، به نظر تعبیرش چیه؟ بابای گفت باید تا هفته دیگه که جشن تولدته صبر کنی عزیزم تا جوابشو بفهمی. قند تو دل پسر آب شد. هفته بعد تو جشن تولدش بابای براش یه بسته کادو پیچی شده آورد. پسره با ذوق و شوق باز کرد که قبالا رو توش در بیاره، دید کتاب تعبیر خواب واسش خریده. روشن شد. یا تو هم میخوای خوابات رو تعبیر کنم واسه؟ آی دکتر، این اروپا هم هر سازی زد ما رقصیدیم، ولی دوباره یه حرف جدید گذاشت رو میزمون که حالمون رو گرفت. الان هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان رو داری میگی؟ بله، گفته که دیگه اون برجام قبلی قبول نیست، باید موشکی و دخالت منطقه‌ای هم حسابش رسیده بشه. هرچی بهشون بدیم بعدی رو بیشتر میخواد، تمومی نداره که. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن، بله میفهمودن خانم مربی کودکستان میخواد چکمه‌های بچه رو پاش کنه، هر کاری میکرد نمیشد. بالاخره بچه رو گذاشت رو میز، با هزار بدبختی چکمه رو کرد تو پای این بچه. گفت خاله این چکمه رو لنگه به لنگه میشوندی. خانم مربی دوباره با زحمت این چکمه رو در آورد، لنگه‌اشو عوض کرد، با زحمت دوباره بچه پوشوند. بچه گفت خاله این چکمه مال خودم نبود. خانم مربی عصبانی قور میزد با خودش، عصبانی خلاصه این چکمه رو پای بچه دوباره آورد بیرون. گفت خب چکمه های خودت کدومه؟ بچه گفت همینان، مال برادرمه، ولی مامانم گفته که منم میتونم بپوشم. خانم مربی دوباره عصبانی با هزار بدبختی چکمه رو پوشون به بچه. گفت خب حالا دستکشات کو؟ بچه گفت تو چکمه است. روشن شد یا برفستم دنبال چکمه و دستکش و باقی وسایلش. علت این که جیک نمیزنیم اینه که تو نظام از این میترسن که دوباره سرکارون به شورای امنیت بیفته. مگه اونجا روسیه و چین هوامونو ندارن؟ تو فکر کنم عوضی گرفتی. دوستی اونا با ما از ایناست که هوای جیب خودشونو دارن. حکایت اونه که وقتی ورشکست شدم نصف دوستام دیگه هوامو ندارن. گفتم باز خوب نصفشون دارن. گفت نه آخه اون نصف همونایی که هنوز نمیدونم ورشکست شدم. خلاصه تو شورای امنیت ممکنه رأیو بدن که از اون ور بریزه به جیب خودشون. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن بابایه به پسرش گفت ادکلون رو تو چند میخری؟ پسر گفت 300 تومن. بابایه گفت 100 تومن میگیرم، یه جوری رفتار میکنم که انگار نفهمیدم سیگار کشیدی. آیه دکتر، با توجه به وقت برنامه این اون کاهی بود که پشت شتر رو شکست. از ابتدای برنامه تو چند مورد مشخص خویشتن‌داری کردم که اون تعاریف اولیه که ازم کردین رو حفظ کنم، ولی شما رو از ترانه‌های من تا اون استراتژی نظام بردین زیر سوال. استراتژی نظام به درک، ترانه من چرا بردین زیر سوال؟ ما شطور داری مقایسه می‌کنی، تو به خودت میگی پشت شطور.